السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به برنامه بدانای خواهرم. امروز می خواهیم درباره یکی از مهمترین ارکان دین صحبت کنیم: زکات. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. سوره بقره آیت 43. نماز را برپا دارید و زکات بدهید و یا رکوع کنید با رکوع کنندگان. و بیایید درباره یکی از سنت‌های زیبای اسلام سخن بگوییم. سنتی که بوی مهربانی، همدلی و انسانیت می‌دهد، یعنی صدقه فطر. صدقه فطر یا فطریه صدقه است که مسلمانان در پایان ماه مبارک رمضان بر آن می‌پردازند. این صدقه برای پاکی روزدار و کمک به نیازمندان واجب گردیده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: صدقه فطر را مقرر کردند تا روزدار از خطا و سخنان بیهوده پاک شود و برای نیازمندان غذا فراهم گردد. صدقه فطر نشان می دهد که اسلام تنها دین عدالت فردی نیست، بلکه دین محبت اجتماعی و همدردی با انسانها نیز هست. در قرآن کریم نیز خداوند متعال درباره کمک به نیازمندان می فرمایند: نماز را برپا دارید و زکات بدهید. این آیه نشان می دهد که عبادت و کمک به دیگران در اسلام با هم پیوند دارند. صدقه فطر معمولاً قبل از نماز عید پرداخت می شود تا نیازمندان در روزهای عید با آرامش و خوشحالی زندگی کنند و مقدار آن نیز به اندازه غذای یک انسان در یک روز تعیین شده است. پیام اصلی صدقه فطر این است که هیچ انسانی در جامعه نباید فراموش شود. اسلام می خواهد دلها به هم نزدیک شود و جامعه با مهربانی و عدالت زندگی کنند. تا بدان ای خواهرم بعدی، الله حافظتان. سلام علیکم و رحمت الله.